ایستا. لازم نیست. با خونه دارم. مالش. من خودم رفته میبینم. تهمینه چونان چشمانی زیبا داری که مرا مفتون خودت کرده ای. غلامی تو شوم. آخر به تو دل باختم. چی کار کنم؟ در این کار نه تو گناهکاری و نه من. آخر تو را از جانم زیادتر دوست می‌دارم. من همه کار را برای تو میکنم. من تو را هرگز به پرویز کثافت نمیدهم. نمیگذارم که او در این ده زندگی کند. وقتی که خانه‌دار میشویم همش به گفتی تو میشود. اگر خواهی به شهر میرویم. فرزندهایمان در شهر تربیت خوب گرفته آنها را در مکتب‌های بهترین میخوانانیم. اکی مرادم آمده در ده با مادرم زندگی کند و مادرم را نگاه بین کند. گوش کن. در شهر یک مغازه کلان میکشاییم و تو همچون شاهزاده زندگی میکنی. راضی؟ تهمینه. تهمینه تو در اینجا چی کار میکنی؟ تهمینه آرام شو. آرام شو. چرا میترسی؟ با تو ضرر نمیرسونم. آرام شو. زودتر رو از اینجا. رو از اینجا گفتم. تهمینه آرام شو. رو از اینجا گفتم. با تو میگم دور شو از پیشم. مجبور به اینجا اومدم. مرا تهدید کردید. سحر بر وقت بر اومده میروم. از من نفرت داری؟ باور کن از تو چنان نفرت دارم که خدا خودش دانست. اینقدر جسوری و دلیری را از کی آموختی؟ ها؟ از کی؟ از همان دکتر کثافت؟ ندیدی که پس از آمدن دکتر چی واقعه به سرت آمد؟ آیا دیدی که از پس دکتر چی شد؟ نیست. دکتر مختور نیست. میفهمی؟ نیست. هست. انا در همین جا هست. در دلم هست. با پرویز یگان کار کرده؟ ها؟ با پرویز یگان کار کرده؟ پرسیده ایستادم. گپ زن آخر. یگان کار کرده؟ میگویم با پرویز یگان کار کرده؟ در اینجا چی گپ؟ برای چی اینقدر غوغا برداشتید؟ من به تو نگفته بودم که به این اتاق نمیدرایی؟ فهمیدم موچه. خانم گلناره صبر کنید دخترم. کمتر صبر کنید تا توی شما باید تنها نباشید. مرا فهمیدی دخترم؟ اگر به گفتم گوش ندهید نباشد میدانی چی کار میکنم. فهمیدم موچه. شما مرا خطا فهمیدید. شرط نیست که همه گپ رو به من نقل کنی دخترکم. زلیخا کجاست؟ نمیدونم. زلیخا؟ لبای خاله این چی گپ؟ من با گفتم بودم که تا توی این دو نوجوان در خلوت تنها نباید باشن. تو کجا رو نگاه بکنی؟ من آمدم اینها رو تنها یافتم کو. خوب شده از خاله. در رو از بیرون قلف میکنم. سهراب کنی
پژرا بیا دوچه. قویل کرده دوچه. اوچه جون، من گمان کردم که شما در حقیقت مرا جنجال داری. نه پسرم. اگر نقشه کشیده‌ات رو خوب اجرا کنی دیو و پری رو به دام خود می اندازی. زلیخا هم دید همش رو فهمید. اکنون به ترس و هراس تهمینه رو به نکاح تو می دراریم. چی گفتی؟ او رو سخت جنجال کرده دوچه. شیرینه که من تلخ کف شد. این دیلاور به کجا رفته باشد؟ خدا را شکر. مرحمت باشه جون. یک چای ریزم. این زلیخا کجا شد؟ زلیخا؟ مرحمت باشه جون. زلیخا لبای خاله کجا شدی؟ وای تهمینه بسیار شرم داشت. باز به سرش یگان فکرهای دیگر نآید. تو امشب همراه او خواب کن. فهمیدی؟ خوب شده است. میلش رو کن. کارهای مغازه چخیل؟ نغزوچه مثل پیشتره. روغن را فروختی؟ همسایه ها بسیار مراجعت میکنن. خیر. وای چایخانه اکرم چخیل؟ اکرم کار کرده گشت است. به نظارت نمون. به نظارت نمون. فهمیدی؟ فهمیدم اوچه. خداوندا به من کمک کن. زورم و تولا دارم. صبر دی. به من قوت درمان نصیب کن. به پرویزم و مقابل سهراب صبر دارم. پروردگارا مرا به پرویز رسان. مرا همسر دیگر کس نکن. از گهواره تا این دم پرویز را دوست می‌دارم. او را با تمامی هستیم نقص می‌بینم. خداوندا از تو التجا دارم. او را محافظت بکن. سخنهای زیبای تو مرا مفتون کرد. از قلبت برآمد و به قلبی من وارد شد. خواستم که سخنهای زیبایت را بسیارتر بشنوم. اما در پس جیوان دیگر هوای نفس کشی نماند.
با تو چی شد تهمینه؟ من پرویز. منم پرویز. خاموش زلیخا، نترس. آکای پرویز، تو در اینجا چی کار میکنی؟ زلیخا آرام شو، من به نزد تهمینه اومدم. با اپای تهمینه چی شده است؟ مرا در اینجا دیده حیران شد. مرا گوش کن. حالا من تهمینه رو به خانه‌شان میبرم. تهمینه گپ زده نمیتواند. اگر از تو پرسان شوند میگویی که خودش رفت. فهمو؟ اپای تهمینه خودش رفتن میخواهد. مایلش خودش فودیهد. تهمینه خیز میرویم. تو رو به خانه‌تان میبرم. از جهت خیز میرویم. به خانه‌تان میرویم. بیا برخیز. آهسته آهسته آهسته. هیچ کس نیست. بیا آهسته. اکدین شد به اولو نشوندی. اکدین شد نشوندی. اکدین شد. آفرین. لابا یکه پرویز. جمیل خوب هستی؟ سلامت باشی اکا. جمیل زود به نزدیک دروازه بیا. اپا در همین جاست. خدایا توبه. من تهمینه رو به خانه‌تان آوردم. اپای تهمینه در نزد دروازه است؟ بله. ای بچه در رو کشو. منتظری توی مخیر. اکا از در رو میکشویم. حاضر اومدم اکا. اومدم اکا. اومدم. تو زیق نشو. همش خوب می شود. اکا شما چی کار کردید؟ با اپای تهمینه هم چی شد؟ از برای خدا
چی گپ شد؟ جمیل تحمینه‌ро бурда дар ҳуҷрааш хоб кунон. пагоҳ ба бунгоҳи тиббӣ биёр, дар онҷо гап мезанем. ҳамин қадар? бале. чӣ, ӯ гурехтааст? гуфтам ку пагоҳ дар ҷои кор суҳбат мекунем. ҷамил таҳминаро бурда хоб кунон. майла шакар, биё апа. шаби хуш таҳмина. оҳиста, оҳиста апа, оҳиста. ширинакам азиза, ана бин очат ба ту чӣ пухтааст. гир хур, гир. намехӯрам. барои чӣ намехӯрӣ? агар нахӯрӣ бемор мешавӣ. гир, гир хур, гир. хоб дорам. майлаш, аввал хӯрокатро хӯр, баъд рафта хоб кун. майлаш, духтараки зебои ман, асалаки дадаш. آیا شما میدانید که برای چی من اینقدر زور هستم؟ یگانه چیزی که به مادران قوه تازه میبخشد این فرزندانی اوست. بله. راست میگوید دوچه. تا آن دمی که من زندم شمایان همیشه سربلند خواهد بود. سلامت باشی دوچه. منیره لبه خاله این کلینی نو حالا از خواب نخسته است؟ خاله با فکرم دیروز خیلی مونده شده بود تا حال بیدار نشده است. زلیخا چی؟ او هم نخسته است. دیر خوابیده بود. اگر خواهید رفته بینم. مایلش. سهراب لبه. این دفعه درخستنی کلینی نو را میبخشم، ولی نباید این طور باشد. باید بر وقت از خواب خیزد. میخیزد آچه جان، میخیزد. میدونید که با شرافت اکم با صدمه دچار شده است. کمی سرش درد دارد. بیمار است آچه. حتما بر وقت میخیزد. زن همیشه باید بر وقت خیزد. پیش از شوهرش باید خیزد. زنی که بعد شوهرش از خواب میخیزد در اون زن فیض و برکت نمیماند. همیشه باید بر وقت خیزد. پیش از شوهرش خیزد. فراموش نکن. فهمو آچه. مرحمت گیری تو.
چی شد؟ او چرا گریه میکنی؟ تهمینه خوب است؟ خاله‌مو رو به نهاری دعوت دارد؟ اپا من چی کار کنم؟ خاله‌مو رو میکشد. آرام شو کنی فهمم؟ اپای تهمینه رفت. چی؟ با کجا؟ امشب پرویز او را برد. پرویز؟ ای خدا. چی کار کنم اپا؟ من نمیدونم. خاله‌مو رو میکشد. پرویز اپا جان خودت فهمان. من چیکار کردنم رو نمیدونم. التماس. پرویز تو چیکار کردی؟ کنی آروم شو. علاجش رو میابیم. آروم شو. احمق دختری نودان نخواد که یگان صدا رو نشنیدی. چی خیل دختری بیمار بر آمده میرود. اوچا تهمینه در خونه مادرش هست. وایما نکنی؟ آیا تو او را یاردم دادی ها؟ ینگا تو را یاردم دادی؟ سوراب خودت را به دست گیر. دیگران را گناهکار کرده مرا به غضب نار فهمیدی؟ آیا همین طور نیست؟ به کمک پرویز و ینگام تهمینه برآمده نمیتواند. شاید او را گریزاندند. تهمینه بیمار خوب بود. از کجا میدونیم که این کار ینگام نیست ها؟ سوراب تو چی گفته ایستاده ای؟ بس کنیده صدقه آدمگری شوید. مگر من شما رو همین خیلی تربیه کردم؟ مهر و محبتی برادری کجا شد؟ کنی مهر و محبتی برادری دانسته باشه عشق فانی است ولی برادری باقی میماند. اگر عزت و احترام برادری رو نگاه ندارید پس میدانید چی میشود؟ عاقبت همون قبرستان است. بس کنیده. پرویز اویسته بچه سال قاعدی نیست که توبه کردم اینقدر سروسیمه است. سروسیمه نشد. چیکار کردی؟ اوش اوچا جان بعدی این باز چیست؟ بعدی رفته دندانهایت رو بشویی. بیساری منو چشمکش گرسنه. چشمکش فهمیدی اکا تو رو چشمت گرسنه است. چشمت اکا دیشب کجا رفتی؟ هیچ کجا نرفتم. به بیرون برآمده کمتر هوای تازه گرفتم. آیا با که جمیل یگان حادثه رخ نداده بود در اونجا؟ آخر اکا جمیل یگان گناه نداشت. او به نزد پای تهمینه رفته ایستاده بود. ایلیاس سمی جان لبا اکا امروز رفته مویهای سرتان رو به ترتیب درارید. میلش خوب شده سکا. بگاه من میایم تفتیش میکنم. میلش اکا جان میلش. تهمینه دخترم به تو چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ اوچه جان التجا دارم با پدرم مصلحت کنید. من با او خاندار نمیشم. بس کن دخترم آرام شو.
عادت میکنی. باید عادت کنی. چه خیر عادت کنم؟ چه خیر عادت کنم؟ یک عمر با شخصی زندگی کنم که دوستش نمیدارم. تقدیری تو هم مثل اپم شده است. من نمیگذارم که تو در آنجا خار و زار شوی. من نمیگذارم که عاقبت کار مثل او شود. من نمیدانم که عشق از قفای تقدیر میدود یا تقدیر از قفای عشق. دخترم، من صدی راه این کار میشوم. نمیگذارم که در خانه او خار و زار شوی. دخترم، آخر کدام ما دوست داشته خانه دار شدیم؟ ما رو مجبوری به شوهر دادن. شوهر که کردی دوست میداری، عادت میکنی، صبر میکنی. صبر میگویند کلیدی در هاست. اوچه جان، صبر دیگر است. من در این کار راضی نیستم. اصلا راضی نیستم اوچه جان. اصلا راضی نیستم اوچه جان. جانی اوچه، آرام شو. همش خوب میشود. آرام شو. انا میبینم همش خوب میشود. پرویز، لابای اوچه جان، با همسایه مصلحت کردیم که امروز رفته مرکز طبی رو تازه کنیم. بسیار خوب. لوازمات برای تازگی دارید؟ همسایه ها میگیرن. منم از خونه چیزهای لازمی رو میگیرم. نه اوچه جان، این طور نمی شود. لوازمات رو من خودم تامین میکنم. دردی سری دیگران شدن نمیخواهم. اختیارت. اکا میدونی باید رفته از مغازه سوراب خرید کنی. آخر در این دهه همگی یک مغازه است و خلاص. هیچ گپ نه. آخر ما دشمن نیستیم کو. نه اکا، نه نمیشود. دیگر از آنجا خرید نمیکنیم. رفته از شهر میخریم. بگذار گفته ای تو شود. لیکن برای شهر رفتن وقتی بسیار درکار. اما وقتی ما کم است. امروز خرید میکنیم دیگر نه. اکا وقتی که شما نبوده با ما جبری زیاد کردم. مالهای ما رو ضرر رسوندن. اکا آخر 2 روز پیش دیدید که با شما چخیل دقیقا صحبت کردم. اگر زبان شمشیر شود اول به دل انسان ضربه میزند. من تو را نغز میفهمم، لیکن ما اینجا برای دشمنی نآمده ایم. نباید گذشته را به یاد داریم و خصومت را دوام دهیم. این دهه به ما و آنها سخت احتیاج دارد. راست. اوچه، من همراه اکاهایم بروم. با کجا میروی؟ دیروز از درس موندی. فراموش نکن که امروز هم درس است. به هیچ کجا نمیروی. درس هایت رو تیار کردی؟ ها؟ بله اوچه جون. مایلش اوچه جان، ما میرویم. مایلش بچه جون.
بابای شریف زمین کشتتون حاصل خوب داد؟ نه حاصل نشد. خوش آمده. کنی مرحمت رحمت اکرم جان سلامت. اکا اکرم لبه مغازه باز است. خوب من 10 دقیقه بعد میبیایم. مایلش نگاه کنید. خوب شده است. امسال نشد. سال دیگر انشالله خوب میشه. انشالله. اکای اکرم حاضر. اکای اکرم لبه ها مراد جان چه خدمت کنم؟ یا چای بیار. حاضر. خوب شده است. خوب شده است. انا مراد جان چای آوردم. چای تلخ. خوش آمدی مراد جان خوش آمدی. پسرتون زمین داده. اگر ترما بارانگری شد البته حاصل خوب میشه. سلام علیکم. تماما بیکار و کسی هم نمیدهد که آواز چند مراتب گفتم که به من ده. سلام علیکم. که میخواهید؟ و علیکم السلام. لوازماتی تازگی گرفتم میخواهم. یک طرفی است. از کدامش؟ یک تا از اینش، یک تا دیگر از این، یک تا از اون. گیر. چند پول می شود؟ بی شما. مرحمت. برای کار. شاید از مال شکایت. استغفرالله. السلام. سلام جمیل. خوش آمدید خاله جان. خوش باشی دخترم. خوش باشی. زلیخا آچم با تو امانت. او را خوب نگاه کن.
ҳозир ман маркази тиббӣ меравам. баъдан очамро гирифта ба хона бубар. майлаш нигарон набош. майлаш хай. майлаш хай майлаш хай. دخترم لبای خاله جان. اپای گلنوره در خانه؟ ها در خانه. خاله مهمون اومد. السلام علیکم. سلام حنیفه. خوش آمدی حنیفه. با این حالت زحمت کشیده آمدی. ما خودمون بگاهی میرفتیم. مرحمت. خوش باشید. برای مصلحت کردن آمدم. من میدونم وضع سلامتیت خوب نیست. امروز من با کلینم گفتم که رفته از مغازه برای تو تهمینه لباسواری خرد. اپای منیره مهمون اومد. چای دم کردن در کن. حاضر زلیخا من میبرم. حاضر. منیره چی کار کردی؟ حاضر خاله. حاضر میروم. اپای منیره تو چای رو بر من خودم میروم اگر سلامتیت خوب نباشه. نه زلیخا من خودم میروم. تو رفته عزیزم. مایلش اپا. اگر تهمینه جان رو کلین کرده بیارم شاید من لذتی کلینداری را چشم. حنیفه این کلینم نمی شود. دائما بیمار دیوونه امون کرده است. منیره چی کار کردی؟ حاضر خاله حاضر. منیره تو را میگویم میشنوی؟ خاله جان تیار شدم. میروم. من برای کردواری نآمدم. خیر هیچ گپ نه. از مغازه طبق رو پر کرده گرفته میبرن. طبقی پر هم نمیخواهم. تهمینه سهراب را دوست نمیدارد. خاندار نمیشوه میگوید. چخیل این مسئله حل خود رو کیها یافته بود که حنیفه تهمینه به خانه ما همچون کلین می آید. حنیفه دختر نمیخواهد. از برای خدا بخواستی دختر این کار چخیل می شود. چخیل اوای دیروز در این خانه همراه پسرم چیکار میکرد؟ فهمیدم. تو میترسی که تقدیرش مثل تقدیر اپت میشود. همین طور؟ نه دختر نمیخواهد. او دیگر کس را دوست می‌دارد. چی؟ تهمینه همان قاتل حرامی پرویز را دوست می‌دارد؟ ایستو کی؟ تهمینه
سبب رفتن مادرش رو میداند؟ چای نمی نوشیم. چای را بگاهی در خانه حنیفه در وقت فاتحه کردن از دست تهمینه می نوشیم. عزیزه بیا. الیاس جان، لباکا امروز رنگ و بارو تمام میکنیم. فردا باشد من کار رو سر میکنم. سلام علیکم اکای بختیار. سلام علیکم. خودم کردم. بختیار کرد. جانم گریه نکن. چی شد با تو جانیوچه؟ چرا گریه میکنی؟ دختر جانم آیا بیماری یا یکان جای درد دارد؟ پس چرا گریه میکنی؟ بیبیام جنگ کردن. گریه نکن جگر بندیوچه. بیبی دیگر تو را جنگ نمی کند. خیز به خانه می دراید. لبای تخم ها رو برار. اوه تنه این چی بوشد؟ منیره آمودگی ها چی خیلند؟ اول تورت رو من خوردن میخوام. دلاور سراسی من نشو. تا حال تیار نشده است. تیار شود میخوریم. آمادگی ها خوب است. تیاری ها خوب. هفته آینده توی رو سر میکنیم. همین خیلی نه عزیزه جون. منیره اپا اوچا جون. منیره اپا منیره خوب هستی؟ زلیخا رفت از پیرد را بیار. زودتر باش. زود باش.
حاضر. اوچا با منیره چی شد؟ آرام شو پسرم. زودتر مکشو. با تو چی شد منیره؟ خودم هم نمیدونم. یک چند روز شد سرم چرخ میزنه. بی‌حالم. آرام شو دخترم. او رو به جای خوابش برده خوابانی. خواب رود. استراحت کند. تو خواطر نشو دخترم. من و زلیخا همه کارها رو میکنیم. فشارش پست شده است. کلین ها عادتاً این سری خود را از همه پنهان میکنند. ای خدا. پرویز جون. لابای خولا جان. اول بغم هایم درد میکردند، حاضر زانو هایم درد میکنند. سببش در چی باشد پسرم؟ خولا علامت پیری است. السلام علیکم. سلام علیکم. خداوند همیشه در لبانتان خنده باشد. و علیکم السلام. کنی مرحمت کنید. مرحمت کرده شینید. رحمت. خوب اکای اکرم خوش آمدید. خوش باشی. خوش اکای اکرم. کنی گپ زنید. شما چی درد دارید؟ دکتر تو با همین پسری من گپ زن. وای گپی پدرش گوش نمی کند، لیکن گپی تو رو گوش می کرده است. با او فهمم که بی عقلی نکند. با وای بگوی که از بالای همین مراد شکایت نکند. ها؟ با او میفهمونی دکتر؟ دادا من او رو نمیبخشم. اپای تحمیل او رو بخشید. من هرگز نمیبخشم. وای برای کاری کردهش جواب میدهد. من هرگز نمیبخشم. از بالای او شکایت میکنم. جمیل آرام باش. امشب ما فاتحه داریم. اپای گلناره به خواستگاری می آید. من با تو گفتم که از پشت آنها شکایت نمی کنی. دادا اپای تحمیل او رو نقض نمی بیند. من رفته از بالای مرو شکایت میکنم. پس تو گپی پدرت را نمیگیری ها؟ حالا همین خیل ها؟ این خیل که باشد من تو بر این پسر ندارم. جای تو انا در همین جاست. دادا مرو چی مرو روان کرد؟ من رو پارا میکنم. میکشم مرو. بر پدرت لعنت. امشب اونها به خواستگاری تأمین نمی آیند. کاری کردن در کار که این بچه از بالای مراد شکایت نکند. ها جمیل سلام. چی شد؟ سلام پدر.
چی شد؟ پرویز؟ جمیل مرا گوش نکرده رفت. پدرم هم خودش چی گفت؟ کوکی دختر کمتر سخت شده است. حالا اونها رو تر میکنم. ملایم‌تر میشن. کاش پیش راه جمیل رو میگرفتی. باز یگان نامعقولی نکند. خاموش است تهمینه. حرکت نکن. اگر جمیل یگان حادثه رو انجام دهد چی کار میکرده باشه من؟ دیشب که تماما گپ زده نمیتوانستی. مثل دیشب 2 دقیقه خاموش است. آیا خاموش ایستادنم رو میخواهی؟ نه با سهراب چه خیلی سخنهای زیبا گفته بودی. در یادت هست؟ گفته بودی که من عاشق و شیدای پرویزم. اینقدر سخنهای زیبا رو از کجا آموختی؟ شرمندم نکن. اگر میدونستم که تو در اونجا این خیلی سخن نمیگفتم. حاضر باشد در فکر جمیلم. رفته او رو کوبیم. آخر او رو از کجا میابیم؟ از لب جره نوا بود. هرگاهی که قهر میکرد به اونجا میرفت. خودش رو تسلی داده آروم میشود. تو فکرش رو نکن. آروم شده میآید. به خدا بسیار میترسم. اگر به سر مراد یگان بلا آید از جمیل میبینند. این طور باشد میرویم. مراد نابکار اگر از ده میرفت از حیله و نیرنگایش خلاص میشدیم.
جان سلیما بیا سلیما جان سلیما من از باید بیاد زیادتر میرم سلیما ایست آروم شو سلیما ایست سلیما ایست آروم شو چیکار کردنت رو نمیدونی من چیکار کردنم رو خودم ناز میدارم سلیما ایست آروم شو سلیما سلیما ایست سلیما سلیما قاتل مراد قاتل سلیما بیدار شو سلیما آبادگری جهانی ویران مایم دنیا چه لازم است خود دنیایم بیگانه نیم گرچه دوریم بدی فرزندی آقای بختیار میدونه چی باید زلیخا رو از این دیه از دست آنها دزدیده برم تحمیله در کجاست اون رو همه دوزیم میدوزیم باید رفتیم میدوزیم نمیبینم چشمانم نمیبینن پریدن میخواهم بریم و تحمیله رو فریاد میگیریم تحمیله رو میدوزیم همین که قاتل اینجاست قاتل نمیبینم قاتل اکای مراد ایست اکای مراد قاتل اکای مراد ایست اکای مراد ایست اکای مراد